اینک رسیدیم به شرط دوم محفل زیبای ظریفان. این صنعت حجبی است. استقبال نگیریم دسته عرفان را. دستگیری زیبا دسته عرفان. هیچی نه زنک زودم کو لذت دنیا زنک گفت اگر که گوش کن لذت دنیا زن دندام و به زن دندان جهازی دام و اینی زنک من برای تو شعر ازت کردم زنک جون ایده تا بگی یه خواهد شاعره کمی میتونه که با تو مده شاعره میکنی که آقای داو کردگی هاز یه همینو زنک جون یه همینو دومیدی که در جدا نزده چی کار تو اون یه مینوت به اون 2 مینوت به این از زنک جون اومالم میگم من نمکیه بچه میشاشم با این ای زنک بچه خدا بگیرم روشا ادم رو آردم چرپا قد زنک ای بسته آن را کامرز نگم آیا قدیده تماما مزه دورم این چیه؟ خب زنک با مزه کو ما در آسیا هم خیلی هم خود میخوندیم زنک خیلی میخوایی نقدم میدم و نجات میگیری ای زنکه ما خیلی در آسیا تو گفت آمدم زنک جان او مهری تو گفت آمدم زنک ها فرزنده که من فکر کرد آمدم زنک برافزر بر چشمای محبت زیما نگاه نکن دلم نمیسوزم خواب کن همجا جوی باسه اوه بگو چشماش میخرطه او زنک بحث میگوی خرد بحث کستی همیشه باشم و میرم با رسیا کجا میره؟ همه در بدر مردم داشته که امروز به همین حال رسیدی در بدر خاک بسر پیش من بیا اینجا بیا بلا بای زنک جان گوش کن مرا راست به تو 2 روز پیش آمدی خانه همین کودکات را دیدن شناختم نه راست به آن تماما بازداشته میدونن که همو ارکا دار چی میدادی؟ تو خوب میدانی که 8 فرزند داره اوه 8 زنک رو 8 او رسیا رفتاری من ایده تا بگی آتی در آسیا باشی ما همه جاییم کو زنک نه یا فرزنده که اونا فایرادن بکنی بینم شون یا چون قدم زنک ای زدک تا بگی تو نامه قدر فرزند رسیدی دم تا بگی بیز بچه ای اینه ها باش دمیده دمیده اومد نکروز جان وای بچه که مای داگ خوش روها کشینه کنجا که من گجوده برای بچه بیار با چرغان نرم ماشین میزنش حساب نکن واه من مردم داری بچه می آگشتگی نکن رانگی کیپو میشته کو بخطر نکنه ای آه شکلات کجاش هست دوستش بیدارم کی زنک اوی گیجوی منم اونان آه تو دچ مامانه باشه این بچه ای خدمت سین خدم رفته بازی که بچه بازی که تلخه کف بوای جان بوای جان اسوید بینکه خانم تا بگی دادا دخترا دادا جان دادا جان چی خیلی دودو خوجم با ما تاتو گمشه
اومد. تو چی میگوی با؟ من دیگه مکتب نمیرم. چی با نمیرای؟ آخه لباس مکتبی نداشتم که من نامعلومه دیلارم من مکتب سرم که نمیرم. نمیرای؟ برشگاه دا آتا دب کمدنه. آتا جانم دکو آتش لباس مکتبی خنده من نمیخری. گوش که دکتر جان ابرام آتا دیگه نتا یا برای آتا بگو تدام میخواد دکتر جان اما چه آتا من بیچی من گوش کن. آتای مردم باید آتش نیاد. تو ای بالا میدونی قطعی دختری کلا همه خیلی گم میزنی شرمنده. گوش کن تو. تو یاد داری که آخران با کودکات که لباس خریدم هو زنم بهار گذشته خریده بودم بعد را 5 بار گذشته رفته سر 5 سال پیش لباساشو نپوشیدیم. اینه بچم اینی میره 5 سال پیش کو شورتی گفته خریده بوده. بچم کلا شده پاروه کشیده این کرده شبی دریدگی او تو ای بالا میدونی زنک جان زیر نشم همش بشود زنک جان ای وقت تو را گفتم همش میشم بگو آخه میشم زانا من دیگه دانشگاه نمیرم وای دکانه تو نگو چی تو تو که بگو اوخی در دانشگاه میرم یکان دختر نمونده وای دختر کنم دزیده بگو ملیسه خانم را ملیسه خانم کنم زن بخشیشو یک بس کپامم چی گفته گفته دختر جان اوخی همه دخترم موضوع کرده من کارشو میده ما تو برای کسی چی نگیجم زیر نشد تو را من در بچه خودم گوره بخش کدگیم انا برو بکن تا نه چما بچه خورم نمیگیرم چی با نمیگیر دایش؟ اوخی نکای خشتواری من شده گیرم راست میگه زنک ای خشتواری شما نمیتونشم چیه؟ هیچی نزنک جان دگانه داره بندو داره برای با دل نکنم تا جاتر جان بیا بخدم دل نگم بزنم ای دختر جانه هیچه بیام من آیا چایتی نمیترسم دختر جان یکم نغزیده داری دختر جان تا دارم اوتا و اوچه دارم اوچه داره کو اوتا نداره زور دختر جان گوش کن برا دوست داشته تا بگو کی اوچهش خواستگاه نکنم اوچهش من خودم میگیرم با چشت نمیتونم دختر جان بله، تکشم رو جمیس کی را میگیری چی گفتی؟ زنک جان تو خودیرم چشتانی بدم من گفتم ها نما کم گو آزی میلوی تره خجالم میلوی کم گفته بگیرم حسن جان گوش کن من مردم جمیا گوش کن شما گوش کن همه مردم کن مرا گوش کنید شما خوب بدانید که قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم تربیت فرزندان بر وقت برآمده بود آیدای کودکان تا نمیبرویه که جای از الان تا مردم میگه که 8 تا 9 تا 11 تا فرزند به دنیا بیاره ها راست بگو زنک ای سپاس در پیش مردم در پیش فرزندمون وعده میتم کی ای پیشی تعلیم تربیت فرزندمون بشیم زنک هم بشخی اگر این گپ درست باشه بگی دیگه اینه زنک جان پیش دروی خانه رفت حال ما نمیه چکا کنه من خانه برم با سوید بینگ نه تو بخیر بچه هم بیم برم دای بچه های خودم خیلی خرسکای زیبا دسته عرفان خرسکای زیبا
بازم به دسته عرفان برقرار خواهان هستیم و تا که با صنعت حجبی دسته عرفان اعضای حکمان باغذاری سازم بخشی غیر کنکورسی دسته عرفان آماده است استقبال بگیریم. دستگیری زیبا دسته عرفان دستگیری زیبا برای دسته عرفان خطنگاه زیبا نیست.
دوستان عزتمند به این صحنه زیبا نظر رفت کنید. تمام گرد گوشه انوین تالار زیبا با آن همه شعار و آویزه های زیبا با آن همه نقش های چکن زیبا است. خرستک های زیبا برای دست عرفان. حالا رو به جانب اعضای حکمان میاریم. همه ما و شما شاهدی سنته هجوی دست عرفان بودیم. 4 5 5 5